ده نفر از علما را میفهمم که زندگیشان وقف دعوت اسلامی است و الله شاهد از بسیاری هایش ابتدایی ترین مسائل زندگی خود ندارند، بازم وقف دعوت هستند، شب و روز وقف دعوت هست. اینمی نفری که به خاطر خدا این کار میکنه، اون نفر چون ذهنیت مادی داره اصلا باور کرده نمیتونه که یک نفری با داشتن مشکلات بسیار سخت در زندگی خود هنوز وقف دعوت اسلامی باور نمیکنه. به همین خاطر چی به خدا نی چند پیسه میگیره، خدا نی نفهم از امریکا پیسه میگیره، از انگلیس پیسه میگیره، دیگه از فلان جای پیسه میگیره، چند پیسه میگیره. میان دین جمله سر به کف دشمنان دین. برای تو غلام حلقه به گوش میگم، برای تو کسی که این ملت را به ویرانی میکشانی، برای تو وطن فروش میگم کاری بکن که شمشیر این ملت بر حلقومت گذاشته نشد. این نقطه را باید کلگی بداند که ما نه عاشق قوارای کسی هستیم و نه عاشق چوکی های این و آن است، بلکه ما در افغانستان حکومت اسلامی و تمثیل اراده مردم خود می‌خواهیم. گپ جالبه میگه اعمال ندارم پر الله و پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن، با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم، من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که کته از او تنها باشه. میگه در زندان ما با پروردگار خود خلوت میکنم، مرا تبعید بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کرده میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. انبیا فدای دین شدن، علمای ربانی فدای دین شدن. دین الله، این جان ناقابل فدای دین الله، فدای دین الله. کاش که لیاقت پیدا بشه، کاش که ارزش پیدا بشه، کاش به درگاه الله این لیاقت و شایستگی بیایه که این جان ناقابل فدای دین الله بشه. اما یه حرف میگم، حرف آخر میگم، شاید باشم یا نباشم 100 سال کفر بر این ملت حاکمیت داشته باشه، بار دیگر نسلی به وجود میآیه که پرچم اسلام را به اهتزاز در میاره.